گشتی قربانی پروردگارم گشتی قربانی پروردگارم اسمر در وادی جانان اسمر در وادی جانان چه دیدی اسمر در وادی جانان چه دیدی بار دلم بابا شش ماه ام گردیده خاموش داد بشم شش ماه ام گردیده خاموش دیگر لب تشنگی کرده یا بابا ابی عبدالله حجت خداست تردید نداره دودلی نداره اما میگن وقتی تیر به گلوی علی اصغر خورد این قنداقه خونالود رو دستش نقل میکنن امام حسین وسط میدان متحیر هی میرفت سمت خیمه هی برمیگرده حسین جواب ربابو بگم بیم دلو یا با در خیمه قرقا شد بر شیر و خانه در خیمه قرقا شد بر شیر و خانه گریه کنا هنجر شش ماهه شد پاره پاره آیمون یا صاحب زمان آجرم چندم هنجر شش ماهه شد پاره پاره سینه زنا چه کرده نابوک سه شعبه بوده دیگه چه کرده نابوک با حلق نازک گشتی قربانی پروردگارم گشتی بابا که
میکنه.